قشنگترین بچه های دنیاش بودیا. چطوری قشنگترین ها. امروز اومدیم با یکی از رفیقامون که گفت تو راه هم بله منتظریم تا بیاد. این نتی هم که مشاهده میکنی نرکه. آقا ما رأیگیری ها فردا شروع میکنیم. رأیگیری چیه؟ توی کامنت ها بیشتر بگید بتل بازی کنیم یا بیشتر CS بازی کنیم. هر کدوم که شما بگید ما انجام میدیم و یه دونه کاپ میذاریم روش میریم بالا. بابت این صداهای مزاحم هم معذرت خواهی میکنیم. تو کل ویدیو شاید داشته باشیم. من منتظرم تا بیاد. اینجا ویدیو رو من یه کات کوچیک میکنم. خب دوستان دوباره برگشتیم. متاسفیم ما نه دوربین خوبی داریم نه چیز خوبی. اینم چه شد. خب الان وای بسیم. اینم آقا کوروش. بله بیاد 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 اومد. صدامونم باز کنیم. خب حرفامون رو زدیم. اینا بکنم شنیدید. حالا هرچی بزن بریم. آقا این دفعه اومدم بار دیروز رو جبران کنم. باختم و بازم باختم ولی بردیم. آی کردی؟ نه خب بسم الله. این بر اسمم میدم امیر فشاری ها. نگاه کن بهم میگن تک زن گروه. ببین بیشوره یکی توضیح میده چرا صدا میده. یا میخوره به این صدا میده. خب بسم الله آقا. اگه شما هم تازه امتحاناتو تموم شده به ما آمار دهید. میترسم من در میترسم. هد نشد. چی خود سگ. بچه این صدای رفیقم. بسم بردارم اینم یه لحظه. دوستا ما با شرط زدیم اسم گروه. دارم میاد. این داشت اون تک در باز اسم چنلت چی هستن؟ ماشالله برو نمیان تایی. این میگه دستش اونو نبود. یه لحظه این حرف داره بچه. ببخش واقعا سخایی بیش از حد اندازه میکنه. خب دوستان عزیز ما برگشتیم با یه چند فشاری درونی. نگاه این کیه؟ محمد احمدی محسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله یه نفر بود. First blood. سگ. این که دوستان این دستا باختیم ولی با رفیق باختیم. رفیق اشتانگه باشه نگاه کنید دوستان. دوست بنده متاسفانه نمیتونه نه یوتیوب چیزی بیاره و اینکه این برای من باعث شادیه نه باعث دیگه Triple kill. بابا خدای بازی شو دوست دارم برای همین بهش میگم رفیق. حالا نگاه کنید بقیه ویدیو رو چیکار دولول 2 تا لول من با این میزنم. بخیر کورشی چی؟ خب باش نخر چیز نمیخری؟ آخه ایدراب بگیریم همه کنیم ایدراب. خب بچه یکی از خودتون بگید ویدیو الان یه دست الان این بچه میدونه ها بچه ببخشه استو پلی کنیم در شرایط خاصی هم که نتم یا میرینه یا میمونه. آدم کن فهمیدم. دوستان عزیز بابا تو بلک نمیشتم بسیدم خاله جون مادرت بیا وضعیت خرابم. این کاش هیچ وقت حساب نمیزدم حساب اصلا تو فردارم گون نداشتم. خیلی خوب دوستان عزیزی که تا اینجا ویدیو نگاه کرد شوخی کردم بابا ما گفتیم هر دست یه رنگ بابا بکردیم باشیم تخمه باشید رویه ببانید بچه خوش کردی ببینید دوستان عزیز نوکریم یکیشون نزنم شفیقم دقیقاً کجایی ماشالله همون دونی زدم خب خوده بسر نمیگیرم خاله چی میبریم میگه نگاه کن رای دوستان عزیز ببین بهم میگن کله افتاد تو موش یعنی اینکه رفیق دیدش رای کم کنه بیا جلو حریف و اینکه اون یکی دوست بپره توش یعنی اون چی تو حریف که بکشه آره نمیتونیم لا حالیم چی گذاشتم این چیه این چیه این تو بنده آها دوستان عزیزی که اسکرین میخوایی نمیدونم تو یوتیوب آیا میشه اسکرین گذاشتی که به آمار بده من دیدم تو آپارات میذاشتن قبلا و من خیلی وقت نرفتم آپارات اصلا هیچ آماری ندارم خب یه خبر دیگه پخش زنده ویدیو کوتاه هر دو مورد بدارید اصلا نگران نباشید من همه چی پخش میکنم بابت شما کلای تشکیلی بزنید بدبخت کنید خدا برسید نه خدا برسونه اینه کار گروهی
بابا علی خوب کشیدم بالا. یو قمر ننه ماشاءالله. چی زده؟ آقا ما بریم شارژ بگیریم بزنیم. نام اومدم که داره اینم داره اینم داره. از من با این را این حالا یک نوکریم آقا افن آقا اگر استریمی یا پخش زنده ای داشت جمعه ساعت 4 در خدمت شما. 4 منظورم 4 5مونم 5. خب یکی کم دوستانی که چیز میخوان آیار سگ دور بابات ببینم تو رو بیا ببینم تو رو دیدمت بارا کوروش من نه ریوالو میده. چرا ریوالو نمیده؟ میزنیم بابا 4 به تکی ما. چه کو بابا ناکریم. اینم دنس به افتخار شما که ممنون نمیشم. ولی از ویدیو قبلی واقعا عذرخواهی میکنم. خودم بیش از حد اندازه قبول دارم. خیلی چیزای مزخرفی من بازی کردم ولی الان رفیقمون بریم بپرسیم بتل بریم چون کامنت های قبلی هیچ کسی چی نذاشته. الان ما میریم میپرسیم برمیگردیم خدمتتون. بچه ما یه مشورت خیلی بزرگ از دوستمون کردیم. بذارید ببینیم. بهش گفتم محسوسیم ما چون نامحسوسیم. سیس ایسا کدوم ایسا کدوم کوروش اصلا صداش میاد. نه صدا خب بنویس یس. او پینگم دیدی چی دید پینگم 7 بود. I trained myself for this. بودی چیشم نگاه کنه دوستان عزیز نقشه جلسه قبلی منظورم که دست پیش باختیم. این دست آدم کش دوچم آقای عزیز شوره بیتر اسمش گذاشته فر بیر کسافت بزن به اون اسم تو خودت بیشوره بیتر. تو خودت منگولی. آره ولی حاجی چرا همشی کاتانا دارن دیدی؟ به جان خودم نتم بد. به خدا همشون کاتانا داشتن. چجوری؟ کوروش مرد. آره یعنی خیلی بیشو بود. این یارو فره این یارو رو میبینه یه لحظه
عزیز، گرامی گرانبخش، فکر کنم شنیدی یا نشنیدی، ولی خب یه اتفاق افتاد. رفیق خنگ منگل بی عقلم، نمیخوام زیاد فوش بدم تو این ویدیوها ولی ببخشید، یوتیوب ایز جوکینگ مانترنده. من میخوام دست دوم بزن هر کم نزدیک که بزن حلال هستی. نمیدونم آخه بذاری برم تو توضیح بدم. ببینید دوست من الان داره میگه میخواد مسابقه تشکیل بده که سر جم و سر اکانته. من میگم نه، اون میگه آره. حالا تصمیم با خودتونه. قبول میکنید بیاید به ما بگید، ما سریعا ترجیح بده که یه کاستوم بذاریم تو پخش زنده یا جامعه براتون بذاریم یا اینکه پنجشنبه و اینا. حالا تصمیم رو میگیریم، میایم بهتون خبر میدیم. اگر لایک های ویدیو خوب باشه، مثلا دیروز اصلا یه دونه گرفتم ناهدینی، البته جان زدم مثل سنسم بده بچه، بذارید برگردیم. سنسم رو عوض میکنم، دول میدم اصلا جهنم. دوستان این سنس منه، سنسم شده نمیخوره. خدا فاکره سک تو رو بود که اومدی هر کی نظرش خوشگله. آره والا تو خودت محتوی فشار چیه؟ یه دستم نخوردیم. حالا آقا ما 2 تا رفیق داریم، اسم یکیشون واقعا کوروشه، اسم اون یکی آراده. ما از آراد زنگ زدیم جوابمون رو نداد متاسفانه، ولی به کوروش زنگ زدیم جواب داد. این 2 تا با مشکل خاص زیادی دارن. میدونید چرا؟ بیاید بهتون بگم چرا. این 2 تا مشکل دارن که آقا این میاد من فشاری بردارم، تو میای این برداره. حالا اینطوری شده. آیا سکتور باشه ببین. حالا مشکل ما اینه. منم برگرد فر انه فر اونه اینطوری بزنید. مشکل های زمانه دست بیش فرمیدید. حالا اینجور منم یالدی. تو خودت خوشگلی. آره والا خودت محکولی. بچه هیل دیگه نه. خیلی ببینم تاکنیک. نه دیگه ناکرم. بالاخره یه دست زنده موندم. افتخار. تشکر. نانمیم اگه میرسیم پاپا دو داده گونده جونم فرعن. چه حالی نزدشه میگی. خب دور از شوخی، دور از جنبه باید ببریم. هر کی نب بایسته خوش بزن. بله یکی حمله کرد، یکی همون تره.
رفیقمونم لفت داد. فکر ما دروغ میگیم. لفت داد. امر بچه چند نفر ویدیو شده؟ او یه دست چی بریم؟ آقا شما بگید کاستوم بریم جمعه ساعت 4 یا همین بازیمون پخش زنده 4-5 دست رو هم بریم تا ویدیوهای بعدی. مشغولی های عزیز دلم قربونتون بشم. خداحافظ عشقا.